سلام بچه‌ها. سلام بچه‌ها. ما داریم اولین ویدیومون رو میذاریم تو یوتیوب. این الان اولین ویدیومونه و اولین بازیمون رو همین الان میخوایم بکنیم و بازیمون PS 2024. 3 2 1 بریم. Let's go. تیم کشور فرانسه. منم فرانسه. کی؟ ساده دیگه. ده دقیقه. نه 6 دقیقه. اوکی. فرانسه رو مسی داره پنالتی خوشگل آروم سلیم قانونا رو که میده سویچ نداریم شو در راه دور نداریم. ای وای یه گل. نه خب بچه‌ها، من اسپانیا هم اون فرانسه. من یه گل زدم، اون 0 گل. آره آسنسیو؟ نه مدینا زد. آسنسیو پاس گل داد. نگاه اون بره. نه آسنسیو باش بلد نیست. حالا 5 دقیقه است. خوب شاید 20 تا گل بزن. حتما اونم به من. کلمه بابه دیدن آسمانه بله برو بچه بزن زیرش بزن. از اونجا تا اینجا همه رو دیدیم کرد، همه رو حریف بود. چی بود؟ سالی باید کدوم بیمه؟ آرسنال. دنبه الان به طلا رو برده. حق یامان بود. رافینیا چی میگی؟ که فرناندز اسکول هم میلان رفت چیز الهلال. آره مدریش تازه آمده بود اونجا. اینگو مارتینز نه رفت النصر بدون خیلی کرد بارسا پول بده به بارسا. خب یه کشته وای من نمیرسید. اینم از شوت کم. حوصله امباپه است. امباپه است. دنباله تکنیکشه بالاه. خطا. اینتر چیزو برد بارسا.
خب یانزومر مردن کبوتی. آره خب اونجا من میخواستم پاریس ببره به خاطر اینکه اینتر چیز بود و من دمبله رو دوست داشتم گل بزنه ببره دمبله هم دوست داشتم من دوست داشتم اینتر ببازه بوی خب باخت دیگه میدونم 5 تا زد یانزومر اینجا مثل فرازه نمیدونم چرا یانزومر تازه تارمه میدونه پاس گل را چرا؟ فقط جلوی بارسا میتونه؟ تارمی اصلا نبود میدونه پاس گل را تارمی آورد به میلان بود. بارسا اینتر رو میگم ها نیمه نهایی بارسا آی بلیمه تو نمیتونی مباپی روتری فرناندز شومنی از راه بدم میاد. من بارسایی چه تیم؟ هر دوتا هم رسیم ولی هم رسیم بیشتر نیمه دیگه این دیگه همین تازی بود اوه عجب چی گفت؟ چی؟ چونده بله پیستیه ادامه بدهیم حالا 1000 بار مردم میشه آره چرا باید پاس محکم بدی؟ انگار تیکی تاکای بارسا یامال هم شماره 10 رو گرفت خدایش انصافتی رفت داشتم زدم عجب دوباری ژیرول آخرین بازیش ژیرول هنوز بازی میکنه؟ فکر نه اما سن دقت کردی دمبله خسته بود دیدی؟ نیمه دوم شد بازم یه ذره جون گرفت نگاه شومنی هم جون گرفت نگاه امباپه هم اصلا جون نداشت وایسا ببینید جون داشت اصلا نمیتونست بدوه آره بزن ببین بذار زده حمله بزنم ببینم امباپه خسته است یا نه خسته است فعلا خوب رفت دیدی؟ تا نصف پر میشه
مرده میرفت تو طبیعت Ankara Messi وای Limonini. عجب بازی شده همش سوتیه همش بادمجونه آها زنجرش Nico Williams. وای نزدیک Carvajal. Merino. یا خدا یا خدا یا خدا آها حالا امباپه جورت داری بچه وی پاورشوت این پاورشوت الان گل بوده نگاه کنه نگاه آها آره پاورشوت گل بود آره جورت داری آره میزدم گل میشد هیچ کس نگرفته بود وای کاش گل میکرد اصلا کله زن نیست که امباپه لعنت بهش کلان باپه الان چیز بود این چیه لواندوفسکی بود گلش میکرد هر کی بود گلش میکرد راحت مهدی طارمی بود گلش میکرد مثلا که تورام را متوقف بکنن مهدی طارمی اصلا خیلی خوبه این کله زنه انگار کله زنم دوست دارم وای خیلی خوشم میاد کله زنم تازه امباپه رفته رئال مادرید جام بگیره پاریس الان جام گرفت ناراضیه بعد امباپه الان ناراضی باشه رفته تو چیز به تیم رئال مادرید والله سرت با بزنی تا الکی دلو بخورده سامی کردی به نظرم بهتر بود آره چه خوب شده دنی اولم یا علی به خدا یه لحظه گفتم دنی اولم خود دنی اولم شده راست میگه مانیان لعنتی در آزگانش خیلی خوبه سموت یو علی چه چکشی یا خدا رو شو گل نشد اینقدر فاصله داشت کاش خدایی یه دونه گل بزنه وقت اضافه میشه با این وضعیتی که تو داری عمرن
یه لحظه شد لامین یامال. چنش تموم شد. و تمام بردم. یه ثانیه دیگه تمام. Oh my God! Wow! بهترین بازیکن میکل مرینا. آسانسیون که گل نزد چرا اینجوری شد؟ حق آسانسیون رو خوردم. خب بچه‌ها این اولین ویدیو ما بود. امیدوارم ازش خوشتون اومده باشه و لطفاً لایک و سابسکرایب کنید و زنگولم بزنید که هر موقع ما بازی کردیم براتون بیاد. بای بای. بای بای.